سلام علیکم مستخدم geldi و سلام علیکم چطوری خوش اومدین به این ویدیو. من علیرضا ایکسار هستم. اومدیم با یه ویدیو کاملا متفاوت با بقیه ویدیوهایی که تا حالا تو کانال هشته. بله تو این ویدیو نه قراره درباره گیم پلی بریم، نه درباره فیلم و سریال و کارتون توضیح حرفی بزنیم، درباره هیچ کنشیم، درباره خودمی خیلی خوش که نه. بله اومدیم درباره خودم توضیح بدم که کیم، چی کارم، اسمم چیه و از این جمله توضیحات بدم و یه آشنایتی با من پیدا کنین دیگه. اگه بغیر از این توضیحی که دادم سوال دیگه تو ذهنتون اومد و حالا خواستین میتونید تو کامنت های زیر همین ویدیو برام بنویسین. اگه در چند تا بود همون موقع جواب میدم. اگه هم دیدم خیلی زیاده باز یه ویدیو این همین میگیرم و دربارش توش توضیح میدم که حالا هم شما بدون هم خودم نباشین. جوابه که بقیه هم بدونن درباره سوال شما. قبل هر چیزی صاحب زنگ بوده همه لایک ها بذارین آشتکتونم بدون معطلی وایس بدون معطلی کجا نمیره یکی دامال کسیشن. اینم آیده تلگرامه. بیاین تو دامن بازی کال آف دیوتی موبایل ها بریم و پابجی موبایل. همین دیگه. بریم سراغ ویدیو. Let's go. سلام خوبی چطوری؟ من علیرضا نیکبخت هستم، ملقب به علیرضا ایکسار. تو استان اصفهان زندگی میکنم. رشته تحصیلیم صنایع چوب و مبلمان هستش و خب یه برادر دارم با پدر و مادر که با پدر و مادر 19 سالمه. Oh my god! Wow! رشته تحصیلی ما فعلا دیپلم رو گرفتم و در حال حاضر دانشگاه. چه میده یه روزی بیام این ویدیو ببینیم و برامون خاطرات زندگی. خب خواننده مورد علاقه‌ام تو رپ یاسه. هیچ کس هم دوستش دارم ولی یاس رو بیشتر واقعا عاشقشم. تو پاپ هم که حمید هیراده. بقیه هم دوست دارم ولی حمید را خیلی بیشتر همه دوستشون دارم. ماشین مورد علاقه‌ام لامبورگینیه که این بالا میبینیم. عاشق شهر نیویورک هم تو آمریکا. انشالله اگه خدا یار میکنه به کمک شما برادران عزیز و خواهران عزیز قراره به اونجا بریم و در اونجا زندگی کنیم و بیشتر کنیم. در حال حاضر من یه سیستم خاصی ندارم. فیلم برداری که با گوشیم پوکوسی جی تیه. یه پای دوربین معمولی دارم با لپتاپ لنووو با این دیگه. عاشق گیمم، یعنی گیم برام حکم سرگرمی نداره، بیشتر حکم چی میگن درمان داره. هم لذتشو هم ازش حال سر به بحث سرگرمیش باش زندگی میکنم و عاشق گیمم. ترجیح هم پیسیه ولی خب با موبایل و کنسول هم بازی میکنم ولی میگم بازم چون از همون بچگی با چیز بازی کردم با کلا پی سی یا لپتاپ با اینا خیلی برام راحت تره. دیگه من خب این یوتیوب که زدم این در واقع یه کانال نیست، این یه خونه است که تمام اعضایی که تو این خونه میان برادر و خواهر هم دیگه و با هم قرار زندگی کنیم تو این خونه، پیشرفت کنیم، لذتش رو ببریم و خب حالا اشخاصی که باعث شدن من به یک یوتیوب رو بشناسم و بهش علاقه من بشم اولش فرشا سایلنته، بعدش هم آیدا کوکسه. این دو تا که هم باشون به یوتیوب علاقه من شدم، همین که آقا طبعا یه شناختی از یوتیوب پیدا کردم که چجوریه، چقدر سود توشه، چقدر
مزایا داره. از طرف خب با معایب با ایناش آشنا شدم تو یه سری کانال دیگه. حالا این بالا میذارم عکساشونو، عکس کانالش. اگه شما هم فرشا سایلنت آلاکوزه که 100% همین میشناسین، اون دو تا کانالی هم که خب باعث شدن من با آموزش تولید محتوا، کانال زدن، تنظیم کانال، در کلا خود یوتیوب و لوازم کلا قسمت جانبیش بیشتر آشنا شدم، بیشتر شناخت پیدا کنم. میذارم حتما که حالا شما به هر جهتی به این چیز علاقه دارین، به این محیط برین ویدیوشو ببینین و من فقط جهت این که آقا دوستان شما هم اگه دوست دارین تو این زمینه بیان کار کنین، یه حالا شخصی رو داشته باشین که باش آشنا شین و بیاین ازش یاد بگیرین دیگه. چه گیم چه فیلم شخصیت اسپایدرمن خیلی دوستش دارم و خب تبریک میگم به اونایی که PS5 دارن. بازی مرد عنکبوتی اسپایدرمن به مارول اسپایدرمن 2 هم اومد همین پریشب. ما که نداریم دیگه، میتونین برین لذتش ببرین. بازیش ظاهرا اینجوری که من تو یوتیوب دیدم خیلی خفنه، خیلی باحاله، ولی خب ما متاسفانه به دلیل یه سیستم داغونمون فعلا باید به بازی قدیمی اکتفا کنیم. بازی اسپایدرمن 3 و با شادو و اینا. ولی داداش فعلا ما مونده تا برسیم اونا. خب به فیلم میبینم، دوست دارم فیلم رو، بیشتر سبک فیلم های مارول، ابرقهرمانی و ترجمه مارول. دیسی هم دوست دارم ولی خب با مارول خیلی بیشتر حال میکنم با شخصیت های دیگه. همین دیگه، فعلا حرف خاصی دیگه ندارم. بازم میگم اگه سوالی براتون پیش اومد درباره خودم، درباره کانال و کلا حالا هر چیزی، توی کامنت برام بنویسید. حتما استفاده میتونم دیگه. همین دیگه، بیشتر از این حرف نزنم. لطفا ساب، زنگوله، کامل، لایک بذارین که عاشقتونم. اگه ایده جذابی درباره ویدیو، گیم پلی، بازی جدید دارین برام تو کامنت ها بنویسین، حتما استفاده میکنم. اینا آیده تلگرام میاد، تلگرام بیاین تو اونجا تا با کال آف دیوتی موبایل و پابجی موبایل رو بریم لذتش رو ببرین دیگه. همین دیگه، فعلا بودوی.